جنگ می شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نه. عمرن. ببینید، حالا توضیحش اینه. اگر میخوایم ببینیم جنگ میشه یا نه، که من حالا قبلا جواب اینو 2-3 باری تو برنامه شما و جریان دادم. یک منطقی داره. جنگ خیابونی و لاتی نیست، 2 نفر به هم فوش بدن یکی عصبانیش اونو بزنه، اینجوری نیست. خب اول باید ببینیم در طول جنگ قبلی اینها چه اهدافی داشتن، بهش رسیدن یا نه. اولا، ثانیاً وضعیت الانشون در آفند و پدافند، دفاع و حمله نسبت به قبل چطوره؟ بله. سوماً کدوم هدف راهبردیه که سری قبل نتونستن الان فکر میکنن میتونن به دست بیارن. خب دفعه قبل اینا یه طرح 6 مرحله‌ای داشتن. نابودسازی توان هسته‌ای کشور اولیش بود. بله. کلاً دومیش اضمحلال توان نظامی کشور، به هم ریختن سیستم فرماندهی تصمیم گیری، کاهش رشد تولید موشک و همینطور پایین آوردن یا صفر کردن قدرت موشکی کشور در پاسخ به حمله. اینها بخشای نظامیشه. و بعد ایجاد اغتشاش. اگر اغتشاش میشد، که سر همین آمریکاییان فکر میکردن این اتفاق نمیافته، اگر اغتشاش میشد اون وقت فاز 4 آوردن گروه‌های تروریستی از بیرون به داخل، فعال کردن هسته‌های داخلی برای بی‌ثباتی هرچه بیشتر. فاز 5، هدف 5، تثبیت خطوط درگیری در 5 نقطه کشور به منظور تجزیه، حداقل تثبیت خطوط، حداکثر تجزیه. 6، زدن زیرساخت‌های کشور، همون کاری که با سوریه کردن. بله. خب تو فاز اول هسته‌ای 3 تا هدف داشتن. زدن غنیسازی، تأسیسات غنیسازی. هر چی که میگم از قول اونهاست. به محض اینکه ترامپ ادعا کرد ما نابود کردیم، میدونید از دوره اوباما کری اصلا میگفتن آقا نابودی بی معناست، خاکسترش هم بکنیم، ایرانی‌ها 2-3 سال دیگه همینجان، اونام با همین 2-3 سال کار دارن. می‌خواستن ما رو عقب بندازن برای برنامه‌های آتیشون. خب به محض اینکه ترامپ گفت، اولین کسی که معترض شد DIA، بخش اطلاعات پنتاگونه، یه گزارش داد که نه اصلا هم چیز درست نیست. بعد خودش هم درز داد به رسانه‌ها وقتی دیدن ترامپ گوش نمی‌کنه. گفت همچین چیزی درست نیست، حداکثر یه آسیب حدودی زدیم بهش، چند ماه عقب انداختیم. انقدر ترامپ ناراحت شد، ژنرال کورس فرمانده DIA رو همین نزدیک 2 ماه پیش برکنار کرد. بله. بعد از اون دستگاه اطلاعات فرانسه 1 هفته پس از جنگ یک گزارش آشکار داد، اونم تقریبا همینو داره میگه. آژانس هم میگه زیر 1 سال. علاوه بر اونها جالبه، حتی خود اسرائیلی ها مثلا میگه اندیشکده معتبری مثل بگین سادات یا سادات بگین که تو اسرائیل خیلی معروف هم هست، همین دیروز فکر میکنم بود یه گزارشی ازش آمد، دیروز امروز، که داره میگه حمله ما به عراق، اصلا مقایسه کرده به تأسیسات اتمی در عراق، سوریه، ایران، میگه اون دوتا کارآمد بود، تهدید رو پاک کرد. در مورد ایران ناکارآمد بود، بلکه اتفاق بدی هم افتاده. بدش اینه چون نتونستیم بزنیم نابود کنیم، فقط آسیب زدیم. این باعث میشه ایرانی‌ها الان بیشتر به ساخت بمب اتم فکر کنن یا حداقل منطقه گریز هسته‌ایشون رو خیلی کاهش بدن. گریز هسته‌ای یعنی که مدت زمانی که ایران میتونه بره بمب بسازه اگر اراده کنه. یعنی چی؟ یعنی غنیسازی 60 رو ممکنه تصمیم بگیره ببره 90. این برآورده خود دم و دستگاه‌های اسرائیلی و اندیشکده هاشه. و بسیاری جاهای دیگه، رسانه ها، اندیشکده ها، دستگاه اطلاعاتی، همه برآورد مشابه دارن که خیر همچین اتفاقی نیفتاده. آسیب زده ها، روی زمین UCF، نتنز و اینا آسیب زده، ولی هدف راهبردی این بود که خاکسترسازی کنه، نتونست اصلا. الان هم در به در این هستن که آژانس بیاد ببینیم چه خبر شد. هدف دوم هسته‌ای زدن 441 کیلو مواد غنی شده ما، که این رو دیگه خود نتانیاهو هم 2 ماه پیش اعتراف کرد. اعترافات نتانیاهو اینجوریه، وقتی شکست میخوره میاد میگه اصلا این هدف من نبود. مثلا در دوحه رفتن رهبران حماس زدن، مثلا 3-4 ساعت اول خوشحالی میکردن، بعد از 3-4 روز بعدش که فهمیدن نشد، بعد 3-4 روز نتانیاهو اومد جلو دوربین گفت ما اصلا نرفته بودیم اینا رو بزنیم، رفته بودیم بترسونیم. یعنی با وقیحانه دروغ میگه. در مورد ما 2 تا اعتراف داشت اتفاقا همین 2 ماه پیش. اولیش همینه، گفت من اصلا نرفته بودم مواد رو بزنم. اگه اومده بودی چیکار کنی اینجا؟ اومده بودی دستگاه رو بزنی، نه اومدی اونی که به قول خودتون مواد، به قول اونا، ادعای اونا، باهاش با این 400 خورده کیلو میشود 10 تا بمب اتم ساخت. تو نیومده بودی اینو بزنی، پس برای چی اومده بودی؟ این اگه یه خش به اون کپسولای محافظش میافتاد، تشعشع چنان بیرون میزه، همین فهمیدن که نیست. الان هم در به درن همیشه میگن که این مواد کجاست، بدیدش به ما، همه اروپایی یا آژانس غیره.
خب پس تو این که قطعی شکست خوردن، آسیب هم نزدن. خب بعدیش حالا یکی از دلایلی هم که هست که اینا تو تأسیسات خیلی احتمالا موفق نبودن زیر زمین رو بزنن، چون اصلا GBU 57 ته 60 متر خاک و سنگ میزنه. اونجا صخره رسوبی از جنس سنگای رسوبیه، یعنی اصلا خیلی کمتر از 60 متر. حالا فکر کن شما 60 متر هم رفته، ارتعاش هم باشه، اصلا خود برآورد DIA هم همینه، بقیه هم همینه که آقا این نمیتونسته کارگر بیفته، حتی اگر از هواکش زده باشی، هر کاری کرده باشی. یکی از دلایلشون اینه که میگن آقا این مواد غنی شده تو فوردو بود، سالن اصلی بوده، این کو اگر خب خورده بود، ترکونده بود، خب پس باید تشعشع بیرون میداد دیگه. بنابراین توی بخش مواد که قطعا شکست خورده خودشم اعتراف میکنه. سومی از اینا مهمتر بود، زدن عزم و اراده ملی ما، برای اینکه بگه خیلی خب من اینو خاکسترش کردم دیگه، ولش کن، رهاش کن. برای همینه که ترامپ ناز میکنه، میگفت نمیام، بعدم که میام راجع به غنیسازی دیگه باتون صحبت نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی پشت در بنویس من غنیسازی نمیخوام، بیا رو موشک و منطقه صحبت. این جواب ما چی بوده؟ اول مجلس تعلیق همکاری کرد، یعنی ما که شفاف در این کشور بودیم الان دیگه حتی آژانس رو راه نمیدیم توی این مراکز، رفتیم توی سیاست ابهام. بعد گفتم اون سریایی خاطرتون باشه که تعداد زیادی نظرسنجی مراکز مختلف انجام دادن، عددا فرق میکنه ولی همه یه روند رو نشون میده. روند این رونده که تعداد روزافزونی از مردم دارن درخواست نظامی شدن برنامه هسته‌ای یا همون ساختن بمب. دلیلش هم اینه که میخوان امنیت داشته باشن. بسیاری از نخبگان حالا بخش حداقل انقلابی که اینا حرفا رو قبلا نمیزدن، حالا جلو دوربین میگن برو بساز. 71 نماینده مجلس اومد یه نامه نوشت که برو دکترینتو نظامی کن، دکترین هسته‌ای رو. من کار ندارم این کار باید بشه یا نباید بشه، ولی این اتفاق افتاد. اصلا مسئله اینه ترامپ میخواست ما رو مطیع کنه، میگه تو نباید صلح‌آمیز غنیسازی داشته باشی. بله. نه تنها ما سر جامون نایستادیم، به اون نزدیک نشدیم، دورم شدیم. یعنی یه بخشی از جامعه خلاف داره، میگه آقا اصلا این حرفا کدومه. اصلا تبدیل به این مطالبه شد دیگه. بنابراین تو این که قطعا شکست خورده تو این هدف، تو هدف مواد همینطور، تو هدف تأسیسات هم علیرغم آسیب‌هایی که زده به هدف راهبردیه نرسیده، همشون اعتراف میکنم. تو بخش نظامی خب بله خسارت زده، کلی فرمانده، 25 تا فرمانده و دانشمنده هسته‌ای و مردم، اینها اصل خسارتن، بله. ولی بلافاصله اینا رو آقا منسوب کرد، جایگزین شدن، سیستم شاکله اون اعصاب سلسله فرماندهی ترمیم شد. بعد هدف اصلی این بود، علیرغم اینکه خسارت زده، مراکز موشکی و اینها رو اومده، ولی هدف این بود ایران رشد تولید موشک و رشد پیشرفت موشکیش در صنایع موشکی کند شه. خیلی خوب، بسم الله الرحمن الرحیم. 2 تا گزارش همین چند روز پیش داده، هم دیدن و شنیدن، خیلی وایرال شد. میگه همین الان که 5 ماه از جنگ گذشته، ذخایر موشکی ایران برگشته به 22 خرداد قبل جنگ. با نرخ تولید موشکی که تو این 5 ماه کرده، با این دست فرمون جلو بره، کلی موشک دیگه تولید میکنه. یعنی چی؟ میخواست کندش کنه، سریعتر شده، برآورد خودشه. بله. خب اینجا که پس شکست خورده. هدف دیگرش این بود، او میزنه، چون هیچ پدافندی در دنیا کامل نیست، بالاخره یکی کمتره یکی بیشتره، ولی شما با تعداد موشک بالا یا با سرعت بالای موشک یا با مانور پذیری میتونی رد شی، که رد شدیم تو بعد 1 2 3. حالا مطمئن ترین کار برای، چون اسرائیلیه پدافند 1 دنیا رو داره ها، نسبت به آمریکا، روسیه، نسبت به همه. زمین کوچیک‌تره، چندین لایه داره، معدود کشور ضد بالستیک دارن، این چندین لایه ضد بالستیک که داره و ضد کروز و پهپاد هیچی، تازه آمریکا هم کلی بهش داد. خب تهش اینه، مطمئن ترین راه اینه، با توجه به اینکه میخوری پاشی بری تو خونه حریف نذاری موشک شلیک کنه. خب در حدیه که حالا ببینیم از قول خودش، در حدیه که 2 تا گزارش 6 روزه 12 روزه بعد از جنگ داد نسبت به ایران. در هر دوتاش یه حرف میزنه، میگه نرخ موفقیت اینا، گزارش آشکاره ها، هرچی من میگم آشکار، قابل سرچه و پخشم شده، وایرال شده، اگه کسی ندیده میتونه بره ببینه. میگه نرخ موفقیت اصابت موشک‌های ایرانی از روز اول تا 12 پیوسته به طور چشمگیر افزایش پیدا کرده. یعنی شکست خوردی. این چیزی که من جلو دوربین روز 8 جنگ تو شبکه خبر اومدم، مثلا قبل از اینکه اینا بگن گفتم تا روز 4 دستشون برتر بوده، اون روز 8 بود که من صحبت می‌کردم، تا روز 5 ما مساوی شدیم ولی ناپایدار. تا روز 8 این به تثبیت رسید.
با این دستفرمون که ما جلو میریم از روز 1 تا 8 معلومه تو روزهای آینده دست ما برتر هم خواهد شد. البته فرداش هم تو جریان گفتم به همون شفافیت هم معلومه آمریکا میاد میزنه نمیذاره. اون موقع همین گفتم فوردو رو نمیزنه. اون شب فوردو با آقای دکتر زادبر صحبت بود، گفتم یعنی ایشون پرسید، من گفتم بله حتما میاد میزنه، به خاطر اینکه وای نمیشه شخ بخوره اونجا. چرا؟ چون دست ما برتر شده. چی شده که ویتکاف روز دوم جنگ زنگ میزنه، پیغام پسخام میکنه که بیاید، این خیلی جالبه ها، میگه بیاید مذاکره. آقای عراقچی بهش میگه خب مثلا جوابی که دادن به اونور این بوده که ما که قرار بود فردا یک شنبه اصلا بریم مذاکره، شما مگه دیوانه اید؟ جنگ را انداختید خودتون. خیلی خب آتش بس کن بیایم ببینیم چی میگه دیگه ادامه. جواب ویتکاف خیلی جالبه ها، میگه نه دیگه آتش بس نه، مذاکره در طول جنگ میکنیم، شاید نتیجهش آتش بس شد. یعنی بیا شرایط تسلیم تو با هم صحبت کنیم. چی شده که روز 11 12 همین ویتکاف و 3-4 طریق دیگه همش پیغام پسخام میکنن، میگه که پیغام اینه که ترامپ میگه ما فوردو رو زدیم، شما العدیدو دیگه بسه، بیایید آتش بس. چی شد یه دفعه روز 2 12؟ یعنی صدها نمونه و مثال شاهد داریم از قول خود اسرائیل، خود آمریکاییه، که اینا مجبور شدن دیگه. خب کجا رو زدیم که دردش اومده؟ اول یه جایی چشم در مقابل چشم رفتیم، مثلا وزارت جنگش رو زدیم، در حقیقت وزارت اطلاعاتش یعنی موساد و واحد 8200 و اینا رو زدیم. مقر مشترک فرماندهی ناتو با موساد رو زدیم که یه جای مخفی بود، زیر یه برج بود، زیر زمین بود، اصلا فکر نمی‌کردم ما جاشو بلد باشیم، چه برسه به اینکه یه جوری بزنیم برج تکون نخوره ولی زیرش بخوره. فرودگاه بنگوریون رو زدیم، علاوه بر اینا شهرک خلباناش رو زدیم، برج مسکونی نظامیاش رو زدیم، به غیر از اینها آمان رو زدیم، بخش اطلاعات ارتش رو زدیم، وایزمن رو زدیم. حالا در مقابل سپند وایزمن رو زدیم که بسیار مهم بود، 22 تا آزمایشگاه لب علم و تکنولوژی بود. در بخش تحقیقات سلولی و دستکاری ژنتیک حیفا رو زدیم. یعنی شما میتونستی تا ممکن بود تا همین 2-3 سال آینده با سلاح‌های بیولوژیک ویروسی اینا مواجه باشی، که همون که آمریکایی‌ها هنوز ادامه میدن. بعد رفتیم 2 تا پارک فناوری زدیم، جاهایی که بهترینای دنیا از مایکروسافت، اینتل همه هستن، آی بی ام، اوراکل، انویدیا، اینا براش سلاح‌های روی زمین رو میسازن، اینا رو هوش مصنوعیش دارن بهش کمک میکنن. رفتیم اونجا رو زدیم. کجا؟ 2 تا پارک فناوری، یکی تو تل آویو یکی تو برسب که بسیار مهم بود. بعد رفتیم پالایشگاه حیفا رو زدیم. این یکی از جاهاییه که اون یادتونه 2 سال پیش من میگفتم 10 و بزن، یادتونه؟ چرا زدیم ما حیفا رو؟ زیرساختی بود، اقتصادی. من 2 سال میگفتم اینو بزنید دیگه، اقتصادی شد. میدونید چی شد؟ اومد پالایشگاه تهران، خود پالایشگاه رو جرئت نکرد، اومد مخزن رو تو انبار ری زد، یه دونه تو شهرام زد، پس پالایشگاه رو نزد. درسته؟ ما به تلافیش رفتیم، خود پالایشگاه. ما 10 پالایشگاه داریم، اون 2-3 تا پالایشگاه داره، اصلیش بازان حیفاست، بیشتر از نیمی از تولیدات فرآورده‌های نفتیش اونجاست. چنان زدیم که خود گزارش این هفتهش میگه هنوز 1/3 تولید برگشته، بقیه‌اش چون 2/3 خورد اصلا. درست شد؟ ول نکردیم، رفتیم نیروگاه زدیم. حالا سوال من اینه، نیروگاهی که هم به پالایشگاه برق میداد هم شهر، جلو دوربین الجزیره شهر خاموش شد، اون بخش شهر. حالا سوال من اینه، چرا نیامد در جوابش پالایشگاه بزنه؟ بله سوال منطقیه. چرا؟ اون اومد اون 2 تا مخزن رو زد، به ما هشدار بده که نیاید سراغ زیر ساخت من. ما گوش نکردیم، بحران جنگ دیگه، تصاعد بحران که این تیکه خیلی جای حرف و کار داره، جای ارزیابی داره. ما نرفتیم 2 تا مخزن بزنیم، 10 رو زدیم، رفتیم ته پالایشگاهشو زدیم، بفرما جواب نداد، چون فهمید میبازه، بزنه 2-3 تا پالایشگاه داره. کل اصلا من بارها گفتم اصلا اسرائیل کلش مگه چقدر قد بلا تشبیه اصفهانه؟ خب تو 1000 تا موشک تو ایران بزنی یا بزنی تو یه نقطه‌ای مثل اونجا خیلی فرق میکنه آثارش. اونجا 10 رو زدیم، نیامد ادامه بده. بعد رفتیم نیروگاه هرم زدیم، جاهای همین 2-3 روزه فیلمایی اومد که ثابت میکنه، چون اینا کنترل دارن میکنن اطلاعات رو. خیلی جاهایی که زدیم
بالای 200 خورده‌ای موشک تو مناطق حساس دقیق خورده. خب حالا جاهایی رو زدیم که تازه یواش یواش داره کوچولو میده بیرون. مثلا دیروز پیروزا اومده تو شبکه رسمیش داره اعلام میکنه تو تلویزیونش بله. سرفرماندهی ارتشش ساختمونای 2 پیرامونیش بله. آسیب دیده. خود سرفرماندهی رو نشون نمیده، اطراف رو نشون میده. این ساختمونا آسیب دیده، قشنگ معلومه در مرکز اون انفجار اصلی است. سرفرماندهی ارتشش خورده، ساختمان‌های مجاورش ساختمان نیرو هواییشه، خیلی ساختمان برجای دیگه است. اینا خورده، خیلی جاهای دیگه هم خورده که یواش یواش مقر خواهد اومد. خب هر روز بدتر شده، خودش هم داره میگه. اینجا هم شکست خورده. تو اغتشاش، ایجاد اغتشاش که خیلی سعی کرد جاهای مختلفی زدن، مراکز امنیتی غیره، برای اینکه اغتشاش رو به وجود بیاره. خیلی کارهای دیگه هم کرد، از اوین، صدا و سیما، اینا همه خب اغتشاش که اصلا هیچ خسارتی هم نزد، یه پاس گلم داد چون انسجام ملی رو بالا برد. بله. اینجا که تو اغتشاش شکست خورد اصلا دیگه تمام، نرفت سراغ فازهای 4 5 6 آوردن گروه تروریستی، تثبیت درگیری، تجزیه و زیرساخت. درست شد؟ بله. شکست خورده دیگه. شکست، ما چرا میگیم شکست خورده؟ ما با صدام هم جنگیدیم. چرا میگیم صدام شکست خورد تو جنگ تحمیلی؟ ما رفتیم بغداد گرفتیم، بصره گرفتیم؟ نه، میگفت یه هفته‌ای میام تهران، 8 سال جنگیدیم، یه وجب خاک ندادیم، 80 تا کشور حمایتش میکردن. درسته؟ چون در نیل به اهدافش شکست خورد، میگیم شکست خورده. لاجرم وقتی یه طرف شکست خورد، یه طرف پیروزه. حالا اینجام تو 3 هدفش رسما شکست خورده. راهبردی قطع، همون که هست آقا میگه. بله. میگه خسارت زد، کتک خورد، یعنی خسارت زد، خسارت دید، ولی هیچ غلطی نتونست بکنه. غلطی یعنی نتونست اهداف راهبردیشو به دست بیاره. بله. خودش هم تو حوزه‌های مختلف مشخصه، داریم می‌بینیم خودش هم کم کم داره اعتراف میکنه وقتی راجع به موشکی ما حرف میزنه. خب حالا سوال اینه، اینجا یه دفعه شکست خورده، یعنی در نیل به اهداف. یه دلیل دیگه شکستش اینه، در همه دنیا نه فقط نظامی، منطق عادی هم همینه. بابا کسی که جنگ رو راه میندازه اگه درخواست آتش بس کنه یعنی شکست خورده. و الا مثل لبنان، سوریه هنوز بالا سر ما بود، نمیذاش یه دونه موشک اضافه بسازیم که. بله. پس وقتی اصلا مقامات ما به این نمیگن درخواست، چون اون روز آخر اینا 4 5 دفعه درخواست دادن به طرق مختلف. مقامات ما مثلا آقای قالیباف و بقیه رو من دیدم میگن التماس آتش بس کرد. درست هم است، توی فاصله کوتاه اینا بارها و بارها از روز 7 زمزمه میکنن، ولی روز آخر دیگه خیلی اصرار.